خبر دارید که در حدود 1,000,000 وسیله نقلیه بنزینی در شهر تهران است و از تاکسی ها که بگذاریم، این وسایط نقلیه بنزینی در آلوده کردن محیط شهر تهران فوق العاده موثر هستند و باید یک روشی ابداع بشه و کارهایی انجام بشه تا اینکه این وسایط نقلیه بنزینی رو ما بتونیم کنترل کنیم. از نظر اهمیت کار لازمه به اطلاعاتون برسونم که در حدود 2400 تن مونوکسید کربن که همون گاز زغال است که فوق العاده خطرناک است، در هر روز در شهر تهران در سال گذشته تولید شده و رقمی مثل 297 تن هیدروکربن‌های نسوخته که حالت سرطان زایی داره و در حدود 37 تن اکسیدهای ازوت که باز هم گازهای مسموم کننده هستند و حدود 3 تن سرب از طریق بنزین محتوی سرب وارد شهر تهران شده. در مورد مونوکسید کربن، یعنی اولین گاز خطرناکی که خدمتتون گفتم، شاید در حدود 97% مسبب هستند و باید واقعا روش ایجاد بشه که ما شهر تهران رو از نقطه نظر این گاز بسیار خطرناک حفظ کنیم و این روش خب البته در سطح بین‌المللی اجرا شده و کار محالی نیست، ولی مقدار زیادی باید در این راه کوشش بشه. یعنی سرمایه‌گذاری دولت لازم هست و کنترلی که لازم هست وسایط نقلیه بنزینی داخلی و همینطور وسایطی که از خارج ایران وارد مملکت میشه به تدریج بگذارم، به طوری که ما بتونیم این کمیت و کیفیت هوای شهر تهران رو به تدریج در ظرف مدت چند سال این رو تحت کنترل قرار بدیم. به هیچ عنوان مسئله کنترل هوای شهر و تمیز کردن و پاکسازی هوا یک مسئله محال نیست که بگیم دیگه از دستمون گذشته و ولش کنیم به حال خود، بلکه روشی است که باید تعقیب کرد. تکنولوژی این هوا رو آلوده کرده و تکنولوژی به سهولت قادر هست در صورتی که فرصت بهش بدیم و در صورتی که سرمایه گذاری کافی در این کار باشه، من مطمئن هستم که موفق خواهیم شد و انشالله هوای شهر تهران با وجود اینکه تعداد اتومبیل زیاد خواهد شد در 5-6 سال آینده، اگر به موقع انجام این پروژه ها انجام بشه و کنترل لازم انجام بشه، انشالله یک هوای تمیزی رو خواهیم داشت برای مردم.